اپا شمای ممکن؟ ها؟ چی شد خواهر جان؟ پسرتون تبش بلند. بلند؟ دودو میگوید. پدرش در کجاست؟ پدری وی در سفر است. او را حتما جیغ زدن در کور. چی کار کنم؟ رویکم سیاه می شوده. باز از پسرکم نمانم. میشگانه جان سرته بچه من تو دادا نداری گفتم که دمیست. پسرم مهربان در کجاست؟ احوالش وزنین. پسرم مهربان؟ تو فرزند نداری فهمیدی؟ زنی جوان گوی شهناز گوی به نزدی پسرت آمدی از صدقه یک ناخونی پایش شوی. بیچاره پسرم رو به چه احوال آورده رساندی؟ ناشکری خدا زدم. گوش کنه مهربان در کجا میگویم؟ در شعبه احیا نزدی وی در آمدن ممکن نیست. سر دکتر کجاست؟ سر دکتر در اتاق کاریشون. السلام. سلام. این آدم به کجا می رود؟ پیش مهربان می رود. به پیش مهربان می رود؟ این خوابش را رفته به آب گوید فهمیدید؟ من او را نمیمانم گفتم که نمیمانم. برای چی اومدی؟ رو به پیش همون زنت، رو به پیش شهنازت، نه پسرت در کار شده؟ شما خواهر غم پسرتان را خورید. ما خودمان را جیغ زدیم. مهربان دادا میگوید دادایش را بیند عجب نیکی به خود آید صحت شود. خدا نشان ندهد بچه را از دست میدهید. از جنجال شما وای حیف میشود. این خیل نکنید اپا. جنجال چی لازم؟ حاضر هر یک دقیقه ها غنیمت است. وقت میگذرد دیر میشود. فرزندتون چی گناه دارد؟ رفتیم. مهربان بچه مرا میشنوی؟ مهربان جان در طفلی به این حالت رسیدن حادثه ناتکرار است. از ضعف عصب نفسش گرفته است. باور کنید من سخت ترسیدم که او را از دست میدهم. تشکر به شما. نمیارزد. این وظیفه ماست. مهربان جان جانی آچه جگرکی آچه تلخم کفوندی. قریب بود که جان از دست و پایم برویه. مهربان جان آچه دیگر دادم کتی جنگ نکنید.
گفتم پگاه بیایم ولسپد بیارم. مایلش شیرینکی اوچه جونی من هیچ کن چخل نقص تو چخل نقص تو نقص شدی؟ دودایش را بسیار دوست می داشته است. میدونم با او سخت عادت کرده است. نمیدونم چی می شده باشد. ایمان تا در دل پاکت دل من آشیان ماند، ایمان در چشمهای تو جوانیم جوان ماند. ایمان تا در دل پاکت دل من آشیان ماند، ایمان در چشمهای تو جوانیم جوان ماند. شانوزه شانوزه او در کشایتان شهنازه شانوزه شهنازه برای چی در نمیکشویی؟ در کشو دومو در پسی در نمیکشویم. اوچه جون از پسی کاری خودتون شوید. شهنازه دخترم شانوزه رفت در کشو. شما هم نکشوید فهمو؟ ناشکر حالا هم دلش پسنش با کودکانش هزار زبان داشته است این آدم. فریبگر، دریه، شیطان. قسم خورده بود که دیگر یادی آنها نمی کند. از سری بچه هایش زر و زیور ریزند هم سویشان نمی نگرد. شهنازه دنیای او، کودک، پدر و مادر همش او. زنش با او تلفن می کرده است. باز آنها با هم همراه. خیریت شفیع خبر داد. آدمی نقص دلم به شما می سوزد می گوید. از یگان سیر آگه برین او. اما شهنازه را هیچ کس فریب کرده نمی تواند. این ژورنالیستی درویه؟ مرا خیال وی زنی قشلاقیش کرده است. شهنازه این خیل مردها را آتش می زند. یک شناس ها، یک جیره های دارد که اگر اشاره کند گردن این مردک را می کنند، در پوستش کاه جای می کنند. این نازمی چی خیال کرده است او را؟ جانم با من نزدیک نشو. کجا بودی؟ داری داره؟ رویت سیاه نکن. جانم عصبی نشو. گوش کن آخر. من روزنامه نگارم. تو ما ریجه معینی کاری نداری. تو به بر وقت و بی وقت آمدن من باید اهمیت ندی. خصوصا امروزها من 1001 تشویش دارم. کارم از موی سرم هم بسیار. به اینجا رو، با اونجا رو.
با ایناش مصاحبه کن. با کلخاز رو، مجلس، نباداری. آخر امروزها من بر وقت آمدن نمیتوانم. با من سفسطه نخون. کجا بودی؟ گفتم که در اداره بودم. چی کار داشتی؟ نبادار بودم. اگر دروغگویی چی؟ من دروغ نمیگویم. نبادار بودم گفتی؟ ها؟ بله. آزیر. شهنازه تو چیکار کردنی؟ اثبات میکنم که کجا بودی. صبر کن. صبر کن. صبر کن. راستش رو گوی کجا بودی؟ میدانم. همش رو میدانم. شهنازه راستش رو گویم مهربان کسل شده به بیمارخانه افتیده است. من برای خبرگیریش رفته بودم. بچت؟ تو چی گفته بودی؟ شهنازه آخر وی فرزند من است. اگر تو هم صاحب فرزند شوی من همین خیلی او را دوست می‌دارم. ودات شد. لفظ داری. شهنازه جون دیدی؟ در وقتش گپم گوش نکردی. انا عاقبتش. عاقبت بیاندیشگی خودت. اکنون جانکم مجبور هستی که طاقت کنی. علاج دیگر نداری. دادا جون نروید، من بهش موزیک میشوم. پسر جانم من باید به کار روم. پگو باز میآیم. خوب؟ نه نروید. آخر گوش کن. همین که تو صحت شده برآمدی من برایت یک ولسیپد میخرم. خوب؟ معلش پگوی بیایید. معلش بچه. ولسپد در کار نه، خودتون بیایید. معلش بچه. خیر نباشد. خیر. تو پگو. تو پگو. خیر. من پگو باز می آیم. خیر. پگو. پگو. تو دخترم شکرگوی. عالم شکرگوی. شکرگوی که من اینجا آمدم. اگر برادرانت اینجا می آمدن اگر این گپ ها رو می فهمیدند می شنیدند میدانی چی کار می کردند؟ همین دست و پایت رو بسته از همین خانه بلندت به زمین حواله می دادند یا کی سرت را از تنت جدا می کردند. انوی شوهر بدمستت را باشد از 100 جانش 1 جانش صحت نمی ماند. آخر تو شاهنصری بچه را نمی دانی؟ آخر هر روز با یک
یا دو کس جنگ نکند دلسیاهی نکند خوابش نمیبرد. خون مست است وای. جنگ کاته گشته است. تو دیگر در اینجا زندگی نمی کنی. صدقه ای خانه و در زن کودکان شود. تو شکر گوی که چون این برادران داری، چون این وارثان داری، چون این خویش اقربا داری. صدقه ای خانه در زندگی شوی. خدا گیرد تو بر داماده. اوچه بابام کرپای ما را کجا میبرد؟ به خانه خودشان به قشلاق میبرن بچه. خودمون چی میکنیم؟ خونمون نمیخوره. نه ما هم میرویم. باز که میبیاییم؟ دیگر نمیبیایم. من نمیروم. دادام میبیاین. ولسپید میبیارم. گوش کن. یک بار دیگر دودو گویی میزنم، فهمیدی؟ کتاب‌های چی کار میکنی دودو؟ این کتاب‌هایت به من برای علاوه درگیرانی هم در کار نیست. انا این جوان رو میگیرم. جوان برای چاینک و پیاله ماندن بسیار قلای. اختیارتون به چشمتون شیرین توفته باشد گیرید. کنایه نزن. تو رو به این آدم داده چی فایده گرفتم؟ چی نفعش به من رسید؟ در همین سال سری و پوری هیچ وقت شکم توی و کودکانت سیر نبود. باز نامش نویسنده ژورنالیست بوده است. ای نامی کلان و شهر ویران. دودو جونکا. وای چی؟ این صورتی دودو جونکا. دودو جونکت؟ تو ای رو چکار میکنی؟ همراه خود میبرم. وای صورتی دودو جونکت خانه من حرام میکند. بشرش پرسد کنید اینجا تی میگویم. بیار صورتی دودوما. رفته گرفته بیار. چرا پرتافتی؟ شنیدی؟ صغیرت به من چی گفت؟ به تو میگویم شنیدی؟ مویهای سرم را سفیدی گرفته است. حتی بچه های خودم مرا یگان بار تو نگفتند. حتی نبیره هایم یگان بار به من تو نگفتند. کنی خودت را زن که پره های رویش علو گیرد، از پاچه های بینیش خون سر کند. زن میگویم زن. دودو خودتون رو با کودک برابر نکنید. آخر شما آدمی کلان کو. چشم من از این چرپه ترسید. این کودکی کی ها؟ ببر پدرت. میرویم. بگذار این چوب و تخته خاده قبرش شود. تو عبدالرحیم اینجا بیا. بارت محکم کن. بیا بچه بیا نزد امکت چین. آن میخی. بیا مهربان. دادا جون. سرجان
آنها باید شما را کجا میبرن؟ به خونه خودشون. تو که راه انتظاری؟ حالا هم دلت به همین نامرد؟ به همین غریب گشته مردار؟ ده شود اگر به اینجا نقص زن میفارید، خانه و در آباد میفارید، از تو جدا نمیشد. ده شود اکنون جدا شد، وای به تو نامحرم است، فهمیدی؟ وای بیگانه شد. من با وعده‌ام وفا کردم. انا دل سفید آوردم. دل سفید؟ اوه مهربان، بیادبی نکن جانم. خوب اوی بیا رفتم سرده من. باز داره چه آمدی؟ بیار راست اینجا. بس کن. صدقه آدم گریب شوی. بس کن میگویم. هیچ بچه اینا شد. صدقه فرزند شوی.